وقتی بازیکن وارد یه دنیا میشه هیچ چیزی واسه از دست دادن نداره. تنها ایده‌ای که داره تخریب بلاکری اطرافشه. اما پس از مدتی اون در میاد بگه چطور ابزار بسازه. کار اون پرسه زدن تو دنیا بود تا اینکه گرسنه میشه و شبم فرا میرسه. همیشه اولین خونه که میسازی بهترین خونه نیست، اما بهترین راه برای فرار از ترسه. دنیا بارها به اون یاد میده، اما از طریق جمع‌آوری غنایم خودش. اون کار با کلنگون نمیتونست. هنوز سبک زندگی خودشو پیدا نکرده بود تا اینکه یه چیزی دیده میشه. الگوی رفتاری اون تغییر میکنه و بالاخره معنی معدنکاری و ساختن رو میفهمه و این همون چیزی که رو به اولین الماساش رسوند و به ترتیب چیزهای بیشتر. از اون روز به بعد دنیا تو دستش میفته. معتدل رستوران و ماشین‌ها با مرجان، حتی وقتی که اون میخوابه میسازه و تجارت میکنه و مسلط توی کار میشه. متوجه میشه برای کنترل دنیا به قدرت میفته و اونم میخواست کنترلی بیشتری داشته باشه. پس آخرین کنترل رو با بهترین تجهیزاتش باز کرد. دیگه هیچ جایی واسه تقدیم نمونده، فقط